وقتی صدام حسین پادشاه بود او گاز کیمیاوی بالای مردم شیعه پاشید. قسمی که هتلر بالای یهودها در جنگ دوم جهانی ظلم کرد. پس آیا شیعه ها چه گناهی را قبل از حکومت اسلامی مرتکب شدند؟ برادر سوال پرسید که شیعه ها چرا کم زده میشن و چه اشتباهی را مرتکب شدن و چرا صدام حسین آنها را مثل هتلر که در جرمنی انجام داده کشته با گاز کیمیایی و غیره. برادر، در اسلام کدام سنی یا شیعه وجود ندارد. جواب میتم بعدا وقت داری سوال بپرس. در اسلام هیچ شیعه و سنی وجود ندارد. قرآن در سوره آل عمران سوره 3 آیت 103 چی میفرماید؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بر اسمان خداوند محکم چنگ بزنین و متفرق نشوین. ما باید بر اسمان خداوند یعنی قرآن و حدیث محمد صلی الله علیه و سلم چنگ بزنیم. اگر به اینها چنگ زدیم ما مسلمان واقعی هستیم. قرآن در سوره انعام سوره 6 آیت 159 میفرماید ای پیغمبر، هر کسی که فرقه تشکیل میده یعنی مذهب میسازه در دین اسلام تو با آنها ارتباط نداری. الله در روز قیامت با آنها محاسبه میکنه. و پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید که امت ما شاید 73 تا 76 فرقه شوند، ولی در بین این همه فقط یک فرقه آنها به جنت میره. صحابه پرسیدن که کدامش؟ گفت کسانی که از ما پیروی میکنن و از صحابه ما، کسانی که از قرآن و حدیث پیغمبر پیروی میکنن. بنان قرآن میگه که مذهب تشکیل نتین. حتی قرآن هم گفته که شاید تعداد کسانی باشه که مذهب میسازن. چقدر؟ 73. وان یکی آن که در راه درست روان است همون می باشد که مذهب نسازد. پس هر کسی که هرچی خود خطاب میکنه در پهلوی مسلمان بودنش. معنی مسلمان چی است؟ مسلمان کسی است که بر رضای خداوند تسلیم میشه. پیغمبر در کدام مذهب بود؟ آیا شیعه بود؟ آیا سنی بود؟ چی بود؟ او مسلمان بود. و جوابی که به خواهر قبلی دادم از سوره آل عمران سوره 3 آیت 64 که میفرماید فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. گواه باشین که ما مسلمانیم. اگر میخواین قضاوت کنین که آنها درست هستند یا غلط، قرآن را ارزیابی کنین که راست هستند یا غلط. بگذارین خود عبدالله، محمد، ذاکر هر چی خطاب میکنن مشکل نداره. ببینین که آیا از قرآن و احادیث یعنی بخاری، مسلم پیروی میکنن او مسلمان واقعی است. اگر آنها خلاف حدیث صحیح یعنی مسلم و بخاری و کردار محمد صلی الله علیه و سلم عمل میکردن و خلاف قرآن بودن، پس آنها مسلمان واقعی نیستند. مسلمان واقعی کسی است که از قرآن پیروی میکنه و از کردار و گفتار محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنه. وقتی شما فهمیدین بگذارین که آنها خدا هر چی که میخواین خطاب کنن. اگر آنها از قرآن پیروی نکنن و از احادیث محمد صلی الله علیه و سلم، آنها مسلمان واقعی نیستند. و نظر به سوال برادر صدام حسین آخر سوال نیست، وسط سوال است. صدام حسین شیعه ها را کشته؟ من نمیفهم که آیا صدام حسین شیعه ها را کشته یا نه. رسانه ها میگن. اما اگر صدام حسین باشه، هتلر یا جورج بوش باشه، هر کسی که کدام انسان بیگناه را بکشه، شیعه و سنی را کنار بگذارین. حتی اگر کدام هندوی بیگناه را بکشه، کدام عیسوی بیگناه را بکشه، یهودی بیگناه را بکشه، گناه بزرگ است. اگر صدام حسین بود، جورج بوش یا هتلر، هر کسی که کدام انسان بیگناه را بکشه، اگر هندو باشه، عیسوی یا یهود، هر کسی که این کار را بکنه من است و گناه است. ما به خاطر دفاع هیچ کسی ایستاده نشدیم. بگذارین نامش هر چی باشه، هتلر، جورج بوش، سلطان، عبدالله، تام، دیک، هری، هر کسی که باشه، اگر کدام انسان بیگناه را بکشه من است. آرزو میکنم جواب سوال گرفته باشین. خیلی میگی به شیعه و سنی همه باور نکنیم؟ من ایتو نمیگم. در قرآن هیچ شیعه و سنی وجود نداره. از آنها بپرسین که کلمه شیعه در کجای قرآن ذکر شده. در نزدیک دانشگاهی که درس میخوانیم اینها وجود دارند. پس آنها پیروی درست نمیکنن. از آنها بپرس که چی میکنن. آیا آنها از دروس محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنن؟ آیا آنها از دروس الله متعال پیروی میکنن؟ الله جل جلاله در قرآن در سوره انعام سوره 6 آیه 159 میفرماید هر کسی که مذهب تشکیل میده در اسلام فرقه میسازه، ما با آنها ارتباط نداریم. هر کسی که در اسلام فرقه میسازه من هست. پس اگر میخواین مسلمان واقعی شوین، بر اسمان خداوند محکم بگیرین. اسمان خداوند را محکم بگیرین. پس فقط به گفتن کسی که به نام عبدالله، سلطان یا هر چی که خود خطاب کنه او به بهشت نمیره. ولی اگر از دروس الله متعال و گفتار و کردار محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کردین، امکان پذیر است. من از خودت یک سوال میپرسم. خودت از حرف شیعه و سنی خیلی ناراض هستی. میخوایم بفهمم چرا؟ میخوای مسلمان شوی و فکر میکنی که شیعه شوی یا سنی؟
نخیر آقا، خیلی ادیان وجود دارد و اسلام خیلی مذاهب دارد. نخیر، در اسلام کدام مذهب وجود نداره. اسلام فقط یکی است، مسلمان. هر کسی که به تو گفته چیزی که قرآن گفته او را به تو نگفته، با که سنی باشند، شیعه باشند یا هر چیزه، برشان بگو قرآن گفته مذهب تشکیل نتین. آنها از قرآن پیروی نمیکنند. قرآن در سوره انعام سوره 6 آیت 159 میفرماید. نوشتش کو. بگو دکتر زاکر گفت سوره انعام سوره 6 آیت 159 گفته که قرآن میگه مذهب نسازین. چی میکنن که به الله تسلیم میشن. So it's sufficient. God himself paid the price. And Jesus said, I am. I'm a non-vegetarian. 21st century will belong to vegetarians. This is cause of death in the world. Veg or non-veg? If I prove that an apple is better than a mango, that doesn't mean mango. میخوایم از خودت بپرسم که به الله تسلیم هستی؟ برادر، میخوای به اسلام تسلیم شوی؟ به اسلام باور دارم و احترام دارم. باور داری که خدا یک است؟ بله، به خدا باور دارم. باور داری که عبادت بت غلط است؟ نمیفهمم. به بت پرستی ایمان داری؟ بله، بت پرستی خوب است یا غلط؟ درست است. اما این خلاف کتاب ویدایتان است. ویدا میگه بجز از یک خدا کس دیگر عبادت نکنین. در یجروید باب 32 بند 3، در اپونیشد باب 4 بند 19 از آن خدا هیچ شکل نیست، تصویر نداره، فوتو نداره، رسامی نداره، بت نداره، مجسمه نداره. من از تو میپرسم اگر کتاب ویدایتان میگه که خدا شکل نداره، بت و عکس نداره، باز هم به بت پرستی باور داری؟ بله. شیعه و سنی را کنار بگذاریم. آیا از ویدای خودتان پیروی میکنی؟ بله. در کتاب خودتان در یجروید باب 32 بند 3 اپونیشد باب 4 بند 19 گفته حرف سانسکریت است. کی معنا را میده؟ خدا شکل نداره، عکس نداره، فوتو نداره، رسامی نداره، مجسمه نداره، بت نداره و غیره. اگر کتاب خودتان میگه که بت پرستی غلط است، پس غلط است یا درست؟ درست است یا غلط؟ یک کسی بزرگ نیاز است که بگوید راست است یا غلط. نخیر، اگر کتاب خودتان میگه که خدا عکس، رسامی و مجسمه نداره، پس ساختن بت خدا درست است یا غلط؟ مردم هندو با این باور دارند. من مقصر نیستم. من هندوها را مقصر نمیدانم. کدام کتابتان معتبرترین کتاب مذهبیتان است؟ نمیفهمی. ویداست. بله، ویداست. دیویدی مرا ببین و بعدا مرا ملاقات کن و بعدا از او اگه آگاه شدی انشالله صلح واقعی را پیدا میکنی. و چیز آخری که من از شما میپرسم، منظورتان این است که ما به شیعه و سنی باور نکنیم و فقط چیزی که باور کنیم آن هم قرآن است، درست؟ قرآن و احادیث صحیح محمد صلی الله علیه و سلم بس تمام. هر عالم هر چیزی که میگه. قرآن در سوره نساء سوره 4 آیت 59 میفرماید خدا و پیغمبر را پیروی کنین و ادامه میده و کسانی که با آنها عزت داده شده به خاطر مشکلتان، کسانی که عالم هستند. ولی آیت توقف نکرده، ادامه میده اگر علما قناعتتان را حاصل نتونستند شما به الله و رسولش مراجعه کنین. اگر هر عالم چیز گفت، اگر به قرآن و حدیث مطابقت داشت او را قبول کنین، اگر خلاف قرآن و حدیث بود او را رد کنین. اگر کسی گفت مسلمان است برش بگوین ثابت کنین که شما راستگو هستین. و به همین خاطر هر وقت که کدام جواب ارائه کردم از قرآن و حدیث زمینه میتم. چیزی که من میگم، چیزی که ذاکر نایک میگه در اسلام صفر است، هیچ ارزش نداره. چیزی که من میگم در اسلام صفر است. چیزی که قرآن میگه، چیزی که الله میگه، چیزی که پیغمبر میگه، این همه ارزشمند هستند. و به همین خاطر چیزی که من میگم او را ضمیمه میتم. چیزی که من میگم ضمیمه او را میتم که جوابی که من میتم از این چیز هاست، از این آیت قرآن. جواب من اساسش این حدیث است، بخاری جلد چند و چیزی که این کتاب ها میگه ارزش داره. چیزی که من میگم هیچ است، چیزی که من میگم هیچ وزن نداره.